چند سال یه بار ماشین تو عوض میکنی. اینجا چنل چیلی کارز محمدی به بهترین پیشنهادها و تست و بررسی ها رو میکنه که با انتخاب خودت کدوم یکی از این خودروها رو خریداری بکنید. پس چنل چیلی کارز محمدی رو حتما داشته باشین که قراره ویدیوهای بیشتری از تست و بررسی های خودروهای بیشتر برای شما به اشتراک بذارید. درود خدمت همه مخاطبهای پیج عزیز چینی کارز محمدی. اومدیم با یه تست و بررسی جذاب از دو خودروی X55 پرو و KMC X5 که قراره تا آخر این ویدیو بهتره کنیم. یه تست و بررسی جذاب داریم که کدوم یکی از این خودروها ارزش خرید بالاتری داره. پس تا آخر این ویدیو با ما باشید. اول از همه با طراحی بیرونی خودرو شروع میکنیم. ظاهر X55 پرو همونطور که ملاحظه میکنید چراغ‌های برجسته تر و ظاهر خیلی عادی تری نسبت به X5 داره، در صورتی که چراغ‌های X5 کشیده تر و شکل تر و بروزتر هستن و خشن تر هم هستن و اینکه ظاهر بروزتری داره نسبت به X55 پرو. از رینگ های خود رو براتون بگم، رینگ های X5 حالت کرومی تری دارن و رینگ های X55 پرو حالت سیلور تر و آینه ای طور بهتری دارن نسبت به این دو خودرو. از طراحی بیرون ماشین رو شروع میکنیم. چراغ‌های X55 کشیده تر و صافتر و برجسته تر نشون میده نسبت به X5. حالت های نگینی طور استیل مانند توی این خودرو به کار رفته نسبت به X5. چراغ‌های X5 کشیده تر و تی مانند تر هستن و ظاهر اسپورت تری نسبت به X55 پرو داره. یه رگ استیل مانند اینجا به کار رفته که خیلی ساده است به نظر خودم. نظر شخصی خودم X5 طراحی بیرونیش خیلی بهتره و دکوراسیون جذاب تری داره نسبت به X55 پرو. ابعاد و طول خودروها تقریبا یکی هستن، تقریبا 4 متر هستن این خودروها و وزن این خودرو سبکتره نسبت به X5. توی شتاب و اینا کمی تأثیر داره اما نه اون چنان. پس نظر خودم با X5 برای طراحی بیرونی خودرو. بریم با هم دیگه طراحی داخلی این دو خودرو رو نگاه کنیم. کابین X55 و X5 خیلی شیک تر و مینیمال تر و بروزتر هستش و تمامی آپشن های خودرو داخل مانیتوره. یعنی اگه خدای نکرده اتفاقی برای مانیتور خودروتون افتاد دیگه تمام دسترسی ها بسته میشه. بریم سراغ امکانات جذاب این خودرو که کنسول خیلی کشیده تر و بهتری نسبت به X55 پرو داره و جعبه دندش هم به صورت موسی هست که میتونین اونو تعویض دنده انجام بدین باهاش و فرمون دیکات داره این خودرو، اما X55 پرو اصلا این ویژگی رو نداره. این خودرو 6 تا ایربگ داره، سانروف سقف پارانومیک داره، اما X55 پرو سانروف سقف پارانومیکو اصلا نداره. از لحاظ کارای هر دو خودرو تو یک لحاظ فقط متریال و کیفیت خودرو هست که باید بسنجیم که در آخر ویدیو کدوم یکی ارزش خرید بیشتری داره. همونطور که ملاحظه میکنین دکوراسیون این خودرو عادیه. توی خودرو X5 بودیم دکمه فیزیک اصلا نداشت، توی این خودرو دکمه های فیزیکی بیشتری به کار رفته. دو آپشن بیشتر داره X55 پرو نسبت به X5. این هست که دوربین ثبت وقایع و وایرلس شارژر این دو آپشن رو بیشتر به X55 داره. اون سنسور باد و باران داره اما این خودرو سنسور باد و باران نداره. بک‌گراند صفحه کیلومتر رو میتونی بین 3 حالت تعویض بکنی داخل X5 اما توی X55 این حالت رو نداره. جعبه دندش رو براتون بگم. جعبه دندش اینا 9 سرعت هست X55 پرو اما خودروی X5 7 سرعته تره. این خودرو 9 سرعت هست، اون 7 سرعته. بریم سراغ اصل ماجرا، موتور و فنی این خودروها. بریم سراغ X55 پرو. همونطور که ملاحظه میکنین خودرو X55 پرو از یه موتور 1.5 لیتری توربو بهره میبره با 154 از قدرت و 230 نیوتن هم گشت آور. گیربکس این خودرو CVT 9 سرعته هستش و
حجم باک این خودرو هم 51 لیتر هست. بریم سراغ خودرو KMC X5. ملاحظه میکنیم موتور این خودرو هم 1500 توربو اما پاشش مستقیم سوخته و 172 اسب و 280 نیوتن هم گشتاور این خودرو هست. حجم هر دو باک این خودروها یکیه و یکی از مهمترین ویژگی هایی که خودرو X5 داره گیری بوکسشه که 2 کلاجه تره و 7 سرعت هم هست این خودرو دوستان. بریم سراغ نتیجه ماجرا که رنج کدوم یکی از این خودروها بورس و بازارش بهتره. از نظر خودم خودرو X5 بازار بهتری داره. چرا؟ چون آپشن‌های بهتر و ظاهر بروزتر و موتور قوی تری نسبت به خودرو X55 پرو داره و نظر خودم روی رنج 2380 حتما خودروی X5 KMC هستش. خودرو X55 هم برای کسانی خوبه که خانواده پسند تورن و میخوان مسافرت برن، دنبال راحتی خیلی نرم تری هستن، برای اون اشخاص بسیار مناسب تره. و اما اصل ماجرا که شتاب این خودرو خیلی بیشتر از X55 پروه. ممنونم که با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدین. دکمه ساب رو حتما بزن، زنگوله بغلش هم حتما بزن که قراره ویدیوهای بیشتری منتشر بکنید. مخلص همه پیج چینی کارز محمدی.